سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. الحمد لله العالم بما كان وما يكون، مدبر الأمور والشيون، فسبحان من لا إله إلا هو، أمره تعلق بالكاف والنون. والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. صدق الله العظیم. خدمت همه عزیزان و دوستان و بزرگواران، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. همه شما عزیزان را به برنامه دروس حج خوش آمدید میگویم. الله سبحانه و تعالی برای حجاج عزیز و گرامی ما حج مقبول و مبرور عنایت بفرماید و همچنین عزیزانی که ذوق و شوق این سرزمین مبارک در دل دارند، پروردگار عالم نصیب همه خواهر و برادر این سرزمین مبارک را بگرداند. از جمله دروسی که از این مشاعر و یا اماکن مبارکه و مقدسه حاجی میگیره، در برنامه گذشته دروسی که در عرفات بود و دروسی که در منا بود اشاره کردیم. فقط چیزی که باقی ماند از روز یوم النحر و یا روز دهم ذوالحجه و یا روز عید، این که حاجی وقتی که حلق و یا قصر می نمایه، یعنی عملی که در انتهای احرامش قرار داره، یعنی بعد از حلق و قصر از احرام فارغ میشه. قرآن در این باره اشاره میکنه: لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسکم و مقصرین. بحث حلق و بحث قصر در قرآن بیان شده. حالا کدام یک افضل تر هست؟ واضح و مسلمه که حلق افضل نسبت به قصر، چون رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن و دعا کردن: اللهم اغفر، در روایت آمده اللهم ارحم للمحلقین، خدایا تو بیامرز برای محلقین، آنهایی که سر خود را حلق میکنن، سر خود را میتراشن. صحابه پرسان کردن: قالوا یا رسول الله والمقصرین، آنهایی که قصر میکنن یعنی سر خود را کوتاه میکنن، آنها هم؟ رسول صلی الله علیه و سلم باز فرمودن: اللهم اغفر للمحلقین. صحابه تا 3 مرتبه پرسان کردن و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تا 3 مرتبه فرمودن: خدایا بار الها بیامرز و یا رحم کن برای محلقین، آنهایی که سر خود را تراشیدن. بعد به مرحله اخیر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن: والمقصرین، خدایا بیامرز و رحم کن به حال اونهایی که سر خود را هم کوتاه میکنن. به هر حال هر دو جایز هست و افضلتر حلق هست. درسی که از این هم ما میگیریم چیست؟ اینه که هنگامی که در این مرحله آمدید
و سر خود را و موی سر خود را از خود دور می سازید، باید که باز هم متوجه به این شوید که این درس را می آموزانه که باید صفات بد، صفات زشت، صفات ناپسند از وجودت دور بشه. اگر قبلا متکبر بودید، الان کبر را از خود دور بساز. اگر قبلا حسادت داشتید، حسادت را از خود دور کن. اگر قبلا غیبت و تهمت و بهتان داشتید و عادت به این گناه ها داشتید، اینها را از خود دور بساز. اگر قبلا کار و معامله که موافق به شریعت نبود داشتید، آنها را کنار بزن. مثل که موی خود را کنار زدید، مثل که موی خود را برطرف کردید، مثل که موی خود را از خود دور ساختید، این نشان دهنده اینه که وقتی این را به فرمان الله انجام می دهید، حلق و قصر قضیه فرمان الله است. چی کسی میگه سر خود را بتراش؟ چی کسی میگه حلق و قصر داشته باش؟ الله سبحانه و تعالی. حالا بعد از این حلق و قصر، ممنوعاتی که بالای تو وضع شده بود برداشته میشه، الا که مگر کسی همسرش همراهش هست که او بعد از طواف فرض آن قید و قیودات هم برداشته میشه. اما قبل از طواف فرض، طواف افاضه، همه ممنوعات برداشته میشه الا نزدیک شدن به همسر. به اینه که الله سبحانه و تعالی میخواه اینجا برای تو بفهمانه که اگر فرمان الله را به جا کردید همیش، مثل که این قید و قیودات از تو برداشته شد، پس می توانید حالا عطر استفاده کنید، می توانید لباس بپوشید، می توانید بالاخره از آن ممنوعاتی که گفته شده بود می توانید شکار بکنید. وقتی فرمان الله را در دنیا درست اجرا کردید، الله سبحانه و تعالی تو را در چنان بهشتی می بره به آخرت که هیچ قید و قیوداتی نیست. این قید و قیوداتی که در دنیا به تو وضع شده در آخرت از تو برداشته میشه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. باید در راه صبر و استقامت داشته باش. همانطوری که داخل احرام بودی صبر و استقامت کردی، الله سبحانه و تعالی ملائکه رحمت را بر تو میفرسته، الله آرامش را به تو میفرسته، الله سکون و وقار را برای تو میفرسته و پاداش جنتی میشه که ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون. آنچه که نفسهای اشتها داشته باشه در جنت هست. نزلا من غفور الرحیم، مهمانی از جانب الله سبحانه و تعالی. پس این درس را میده، مسئله حلق و قصر، که تو پایبند دین و اسلام و شریعت هستید، به فرمان الله حلق میکنید و قصر میکنید، الله ممنوعات را از تو برطرف میکنه. وقتی به فرمان الله در دنیا پایبند بودید، الله تمام مشکلات را از تو دور میسازه. این درسی که از حلق و از قصر حاجی میگیره. حالا پیرامون مزدلفه که الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وقتی از عرفات فارغ شدید، رو به طرف مشعر الحرام بنمایید. مشعر الحرام کجاست؟ همان مزدلفه که شب دهم حاجی در آنجا سپری میکنه. الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه وقتی از عرفات طرف مزدلفه و مشعر الحرام رفتید، آنجا متوجه باشید که به یاد خدا باشید.
قضیه ذکر خیلی قضیه مهم است. ذکر الله سبحانه و تعالی، ذکر الله سبحانه و تعالی چقدر ارزش داره در زندگی انسان، چقدر نقش داره. الله سبحانه و تعالی در تمام عبادات بحث ذکر را مطرح میکنه. حتی شما بینید مسئله نماز از ابتدا که شروع میشه به الله اکبر، به لفظ الله شروع میشه و به لفظ الله ختم میشه و اشاره میکنه ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر. نماز انسان را از فحشا و منکر باز میداره. ولذکر الله اکبر، ذکر پروردگار عالم از همه بزرگتره. جایگاه ذکر، فواید ذکر، ثمرات ذکر. الله سبحانه و تعالی از ابتدا که حاجی میخواد احرام ببنده و به احرام داخل بشه بحث تلبیه میآیه. خود این ذکر هست، لبیک اللهم لبیک. وقتی که وارد مسجد الحرام داخل میشه باز هم ذکر هست. چشمش به کعبه میفته، بسم الله الله اکبر. هنگامی که به طواف شروع میکنه باز هم به الله اکبر. بین صفا و مروه ذکر، در طواف ذکر، در وقت نوشیدن آب زمزم ذکر، به عرفات ذکر، در منی و مزدلفه ذکر، در وقت تقدیم هدیه ذکر و در وقت حلق و قصر ذکر. ذکر الله سبحانه و تعالی. جایگاه ذکر که الله سبحانه و تعالی در قرآن بیان میکنه به اینه که وقتی از عرفات حاجی حرکت میکنه رو به طرف مزدلفه میره، الله سبحانه و تعالی میگه فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. یعنی ای حاجی متوجه باش که درسی که حج برای تو میده اینه که میخواد تو را یک بنده ذاکر بگردانه. پیرامون ذکر آیات زیادی داریم در قرآن که الله سبحانه و تعالی بیان میکنه. این آیات کدام آیات هست؟ بعد از میان برنامه انشاءالله پیرامون ذکر و آیات ذکر اشاره می شود انشاءالله. مثال حق، ندای حقیقت. مجددا السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. درس از دروس که من و شما از جریان حج میگیریم، ارتباط حج با ذکر. الله سبحانه و تعالی در این اماکن مبارکه و در این مشاعر مقدسه، در تمام این مکانها الله سبحانه و تعالی بندگان خود را متوجه می سازه که با ذکر باشید، با یاد الله سبحانه و تعالی باشید. الله سبحانه و تعالی می فرماید الا بذکر الله تطمئن القلوب. آگاه باشید که هیچ چیزی این قلب را مطمئن نمی سازد. چی چیز قلب را اطمینان می دهد؟ چی چیز قلب را مطمئن می سازد؟ الا بذکر الله تطمئن القلوب. فقط یاد خداست، ذکر الله سبحانه و تعالی هست که انسان را آرام می کند.
یکی از نامهای قرآن ذکر هست. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. الله میفرماید ما ذکر را نازل کردیم. پس بهترین چیزی که انسان را آرامش میدهد، قلب انسان را آرام میکند، تلاوت قرآن هست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند قلوب بنی آدم مثل که آهن زنگ میزند، قلب انسان هم زنگ میزنه. صحابه پرسان کردن یا رسول الله علاجش چیست؟ آهن وقتی زنگ زد ضد زنگ میزنن، یک رگمال پیدا میشه و بالاخره اون آلودگی های آهن را دور میسازه. فرمودن اگر قلوب ما، اگر قلب های ما را آلوده به زنگ شد یا زنگ آلود شد چه کار باید کرد؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن تلاوت قرآن. تلاوت قرآن داشته باشید. قلوب بنی آدم را قرآن و تلاوت قرآن جلا می دهد. و یاد از مرگ داشته باشید. انسان وقتی تلاوت قرآن داشته باشه، یعنی ذاکر باشه و مصروف به ذکر الله سبحانه و تعالی باشه و آخرت را مد نظر داشته باشه، قلبش پاک و صاف و زلال میشه. الله سبحانه و تعالی در آیه دیگر میفرماید ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر الله. وقتی از عرفات پایین آمدید، رو به طرف مزدلفه روان شدید، به همراه مردمان پایین بیا و مصروف استغفار باش و باز هم کام و زبان تو مصروف باشه، معطر باشه به یاد خدا، از الله مرزش بخوا، الله سبحانه و تعالی را یاد کن. الله سبحانه و تعالی می فرماید فاذا قضیتم مناسککم فاذکروا الله. الله اکبر. در پایان هر عملی که شما انجام می دهید در این مناسک خیش یاد خدا را داشته باشید، چی در عرفات، چی در مزدلفه و چی در منا. این درس را می گیریم که الله سبحانه و تعالی می خواهد نشان بدهد جایگاه ذکر، ارزش ذکر، فواید ذکر. الله سبحانه و تعالی در آیات زیاد اشاره میکنه که یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. ای اهل ایمان، شما الله را یاد کنید، ذکر کنید، بسیار یاد کنید. بکرة و اصیلا، شما 24 ساعت به یاد الله سبحانه و تعالی باشید. وقتی میخواید بخوابید ذکر، اذکار نوم را داشته باشید. وقتی بیدار میشوید اذکار بیدار شدن از خواب را به زبان خود زمزمه کنید. وقتی به خانه داخل میشوید همه اینها اذکار داره. اذکار صبح و شام، اذکار وقت خواب شدن، وقت بیدار شدن، وقت لباس پوشیدن، وقتی مسجد داخل میشی، حتی وقتی که با قضای حاجت میروید. همه اینها یعنی در هر حالتی شما متوجه باشید که ارتباط شما با الله سبحانه و تعالی باشه. قرآن اشاره میکنه اقیم الصلاة لذکری. خود نماز نگاه میکنیم سر تا پا ذکر هست. این ایامی که حاجی قرار داره، ایام تشریق، واذکروا الله فی ایام معدودات، خدا را یاد کنید در این روزهای شمرده شده. اینها روزهایی که تمام میشه. قدر این چند روز یعنی دهه اول ذوالحجه را بدانید. والفجر و لیال عشر. مفسرین میفرمایند منظور از این عشر 10 روز ذوالحجه هست.
اینها به خاطر چیست؟ وذکر الله، یاد خدا را داشته باشید، ذکر الله سبحانه و تعالی را داشته باشید. و همچنین الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله. اگر به نماز جمعه هست میگه سعی کن و تلاش کن. به خاطر چی؟ فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع، بیع و شرا ترک بکن. وقت ذکر هست، وقت ارتباط با الله سبحانه و تعالی هست. پس حج ارتباط محکم و محکمی داره با ذکر الله سبحانه و تعالی. درسی که میگیریم اینه که الله تعالی میخواه که این اشخاصی که این سعادت نصیبشان شده که آمدن به سرزمین مبارکه مکه مکرمه، میخواه اینها را وقتی که از این سرزمین برمیگردن انسانهای ذاکره باشن، همیش کام و زبانشان معطر به یاد الله سبحانه و تعالی باشه. قرآن چی زیبا وصف مؤمنین را بیان میکنه، میفرمایه انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الله اکبر. مؤمنین واقعی هنگامی که در کنار اونها ذکر الله سبحانه و تعالی صورت بگیره، وجلت قلوبهم. ذکر الله است که قلوب را تجلی می بخشه، جلا می بخشه، قلوب را پاک و مصفا می گردانه. ذکر الله سبحانه و تعالی هست. هیچ چیزی قلب را مطمئن نمی سازه و آرامش نمی دهد. نه قدرت، نه ثروت، نه موقف اجتماعی، نه بالاخره فلان و فلان و فلان، نه همسر و نه فرزند و اینها. چی چیز این قلب را به آرامش میرسانه که این قلب مطمئن بشه؟ الا آگاه باش چیست؟ الا بذکر الله تطمئن القلوب. قلب ها فقط با یاد خدا آرام می شود، نه دیگر اشیایی و نه دیگر چیزی. الله سبحانه و تعالی برای حجاج عزیز ما و برای سایر دوستان و عزیزان توفیق بده که همیشه به یاد خدا باشیم، به یاد الله باشیم. اوراد و اذکار که از طرف شریعت مقدس اسلام تعیین شده، اذکار صبح، اذکار شام، اذکاری که برای خواب شدن، وقت خواب شدن، وقت بیدار شدن، و اذکاری که دعاهای مأثوره هست، خود را عادت بدهیم تا اینکه از جمله بندگان محبوب پروردگار عالم قرار بگیریم. خداوند همه ما را جزء ذاکرین داشته باشه. تا برنامه بعد همه شما را به خالق یگانه می سپارم. شاد و موفق و سرفراز و سربلند دنیا و آخرت باشید. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق.